اوکراین جسد خلبان‌های کشته شده چرخبال ربوده شده می 8 خوشبخت رسونوف 35 ساله و نیکیتا کریانوف 28 ساله را در چارچوب دوره نوبتی تبادل جسدها و اسیران برگرداند. نیکیتا کریانوف را علاقه در زادگاهش منطقه اولتوی یا التای به خاک سپاریدند. روز 1 اکتبر سال 2023 در مردخانه یا مرگ حفظه حربی جنوبی در شهر رستوف لب دون که جسدهای اکثر کشته شدگان در جنگ اوکراین را به همین مرگ می‌آورند، همه تشخیص‌های طبی و دادگاهی جسد خوشبخت رسونوف نیز انجام گرفته جسد او از جانب نزدیکانش شناسایی شده است. اکنون جسد خوشبخت رسونوف را به اکاترینبورگ محله زیست اویله‌اش می‌فرستند. در اکاترینبورگ مراسم ودا با پیلوت کشته شده با اجرای رسم و رسوم حربی از جمله تیرپرانی به هوا انجام داده می‌شود و سپس جنازه خوشبخت رسونوف را برای دفن به زادگاه شهر کونیبودام تاجیکستان می‌فرستند. فرزانه همسر خوشبخت رسونوف در مصاحبه با نشریه روسی بعضا نقل کرد که مذاکرات برای تبادل جسدها با اوکراین تقریبا 1.5 ماه طول کشید. گویا جانب اوکراین برای هر جسد آزاد کردن 2 اسیر اوکراینی، یعنی در عموم در عوض جسدهای شتورمن و تکنیک چرخبال می 8 4 اسیر را طلب داشته است. معلوم نیست که توافق نهایی بر اساس کدام شرایط به دست آمده است، ولی جانب اوکراین در نهایت جسدهای هر دو پیلوت کشته شده را به روسیه برگرداند. فرزانه در مصاحبهش با بعض سر و صداها درباره از جانب اوکراینی ها تحقیر شدن جسدها و گویا حتی بریدن بینی خوشبخت را رد کرده گفته است جسدها البته ویران شده بودند، ولی سبب آن می توانست شرایط نادرست نگهداریشان شده باشد، نه بدرفتاری. خوشبخت رسونوف در مدت خدمتش در صف قوه‌های مسلح روسیه با 2 نشان جنگی، اردن موژستوا یا مردانگی و مدال ز ادواگو یا برای شجاعت سرفراز گردانیده شده است. قرارداد او ماه نوامبر سال 2023 به پایان می رسید، ولی همگی 3 ماه پیش از انجام قراردادش کشته شد. طور قبلا خبر دادیم 9 آگوست سال 2023 فرمانده چرخبال حربی می 8 مکسیم کوزمینوف که خوشبخت رسونوف و نیکیتا کریانوف زیر دست او خدمت می‌کردند چرخبالش را از ولایت کورسک روسیه به اوکراین برده و مقامات آن کشور تسلیم شد. کوزمینوف برای این کار از آن طرف $500,000 جایزه گرفته است. او گفته بود که اعضای اکیپاژ از نقشه او خبر نداشتند و از تسلیم شدن سرکشی کردند و نابود شدند. سردار اداره جاسوسی حربی اوکراین کریل بودانوف بعداً تصدیق کرد که 2 دیگر چرخبال ربوده شده مقاومت نشان دادند و کشته شدند. از خوشبخت رسونوف یک پسر باقی ماند که همگی 8 سال دارد و مادرش به او گفته است که پدرش قهرمانانه هلاک شد، اما پسرش به مرگ خوشبخت تا حال باور ندارد.